همین نفس است. بعضن یک دوره دارد که برادر رو به برادر می ستیزد. پدر و پسر رو دشمن می کند. دخترها از مادرهایشان می رنجند. دنیای فانی گذرنده به یک میدانی وحشت مبدل می گردد، مثل که تا ابد گویا زندگی می کرده باشند. انسان گرگ انسان می شود. آدمی که در دلش خدا دارد چخل به این راه می رود، از زیبایی عشق چطور روی می گرداند، به چرک نفرت چطور راضی می شود. این چقدر حکایتی سخت است. آخرش همه وقت انسان فریب خورد گویان تمام می شود. انسان قدر و رسالت خود را گم کند، آهسته آهسته در زیر نفس خود می ماند. همش به مانند یک رشته پخته یک جا بوده کنده می رود، به مانند تسبیحی که امامش کنده شده است یک به یک جدا می شود. نور می رود، همه جا اکنون پر از دود می شود. انسانی که برای دوست داشتن آفریده شده است اکنون به مانند درنده شده است. دشمنی کی؟ برای چی دشمن؟ چه فرق دارد؟ برای در پای ایستادن اکنون یگانه راه است، نابود کردن. این چه وحشت از خدایا! مرده انسان، قاتل انسان. چرا انسان ها یکدیگر را می کشند؟ چرا وحشت انگیز می شوند؟ کاش که انسان می دانست. علی بابا روزه رسته علی قربانت شو نکن. تمام شد، همه‌اش را تو تمام کردی. نه پرون علی بابا روزه رسته علی نه پرون نکن علی علی ایستا دستت را بخور آلوده نکن بیسترم. نزدیک نشوید، اپا نزدیک نشوید. علی دخترم ایستیمو کپا روید بگویم کپا. بچه ها با فکر باز رو سیکون بکنم نمیدیم. چه کار کردی علی؟ علی یکی ما میدونیم صبر رو میدونم. با داد خدا شکر میکند، از خدا چیزی که میآید شکر میکند. التماس نکن، التماس دادرکم. در میدان زودتر به آن طرف. اما نزدیک نشوید. سلاح را پهدر بگیرید. پدر پدر قلنگ را زیر کنید بدونید چی بشود. التماس پدر سلاح را پرتوید. پدر نکنید پدر، التماس پدر باید شد. و شرطی می‌فرمایم که این خواهید راستش را میگوید. همه حقیقت را میگوید. میگویی یا نه؟ بگو حقیقت را میگویی. من یک گناه ندارم. من آدمی با خدا ترسم علی جان، با خدا ترسم. علی نکن. دل هر یک آدم را خدا میداند، اما او به انسان چشم داده است تو بر اینها را بیند. تو برای مال و ثروت این کار را کردی. اکه رمزی را تو کشتی، مرا گناهکار کرده به حبس شناردی. اکنون یا به همه راستش را میگویی یا تو را نیست میکنم. پدر با این کار کرده تا هیچ چیز رو حل نمیکنیم. از این هم بدتر میشود پدر، همه ما نابود میشویم. میسوزیم مخی. به این هم سوختیم. اکنون زندگی کردن چی معنا داره؟ علی التماس علی این کار را نکن. مشکل باشی سخنی آخرینت را بگو. خواهی دعا، خواهی کلمه شهادت. ایستید پدر ایستید پدر. تیموس سلاحتون را پرتوید. نکنید این کار را پدر ایستید پدر. خواهیش میکنم پدر. گپ زن. برای چی؟ آخر برای چی سرما؟ میدونید برای چی پدر؟ مرا با این کار شما مجبور کردید. بله سرما، حق هستی دخترم. میدانم که خطا کردیم، خیلی خوب میدانم. لیکن حاضر به خانه برگرد، صحبت کنیم.
شاید خیلی دیر شده باشد هم. پدر و دختر نشستم مصلحت میکنیم. نمی شود پدر. من علاقه قرارم رو دادم. میدانم هر کاری که نکنم با تو مانع شده نمیتوانم دخترم، اما بار آخر هم باشد مرا گوش کن. بچه خیلی که میخواهی امان خیلی رفتار کن. اختیاره. شمایدک میگویم علی میگویم پدر التماس رمزی رو تو نکشته ای. من میدونم که کشته است. پدر خواهیش بگم. میدونستی که من قاتل رمزی نیستم. چرا تو اومد کردی؟ قدر روزم را در حبس گذراندم، چقدر عذاب کشیدم. بوجدان چه خیل برادر هستی. یادم این چیز تنها آمد یواشید رو و هم همون رو میگوشد پدر. هر آن چیزی که ما رو یک جویه میکند برباد میدهد پدر. و شما وعده میدهم که بیگناه بودنتون رو اثبات مینمایم. همه‌اش خوب میشود. با خون ریزاندن کدام مسئله تا امروز حل شده بود پدر. گوش کنید، در پیش روزهای خوب ما رو انتظارند. پدر جان التماس این روزها رو برباد ندهید. التماس برباد ندهید پدر. التماس پدر. پدر نکنید. پدر التماس. پدر التماس پدر نکنید پدر. خواهش میکنم پدر نکنید پدر. نکنید پدر. خواهش میکنم. خدایا پدر. خدایا شکر. سرام شوید گیریم. تشکر پدر جان. تشکر. برو بره. مردنی تو برای برادر بهتر. فهمیدی؟ آبروی ما رو رساندی. جلاد فهمیدی؟ دشمن جانی هم نشد این کار را نمیکرد. قاتل برادر کش. فهمیدی؟ قاتلی در خونت بوده. در خونت. گبزن هاشیم رمزی را کی کشته است؟ گفتی که میدانی. گبزن هاشیم گبزن اکنون. گبزن بگو همه شنود کی قاتل حقیقی کیست. بگو. سرما تو رو خیلی و کلینی بازار و زیور دیدن میخواستم، لیکن حادثه های شده رو میدانی. هنوز دلمون خنک نشده این خیل کارها رو نکن. حاضر وقت خونه دار شوی نیست. نمی شود پدر. این رو از من طلب نکنید. بی سبب عمر رو گناهگار هم نکنید. برای فکرهای نادرستتون خوشبختیم رو با دیگر روز گذرانیدن نمیخواهم. و این نگاه کنید، هم گناهگار هم زور. از ما به خبر به وی خواهین خاندار شدنی، باز شرم نکرده گپ زدنش را بینید. به تربیه. اگر مناسبتتان رو با عمر دیگر نکنید، خواهید یا نخواهید با خاندار میشوم. این رو نزدیک فهمیده گیرید. هیچ وقت با او خاندار شدنت را اجازت نمیدیم سرما. این رو در معینت جا کن. نه تهدیدهایت و نه تهمتهایت به خاندار شوی من و عمر مانع شده نمیتواند داغن. ای دختر، و تو حرمتی پدر و مادر نمانده است. مجبور میکنی که تو را زنی. دخالت نکن. کافی است همین پدر. بیا دخترم با هم صحبت کنیم. شین دخترم،
مصلحت کنیم. یک برایم نگاه کن دخترم. خسته شدم. با آینه نگاه کرده خودم رو نمیشناسم. این جنجال‌های بی آخر مرا تمام کرد. من هم نمیخواهم دشمنی و خفگی باشد، اما تو هم باید مرا فهم دخترم. من یک پدری هستم که دخترش از خانه گریخته است. با گریختنش باشد او مر کمک کرده است. چیکار کنم دخترم؟ چشمانم را پوشم چنان رفتار کنم که گویا هیچ چیز نشده است. آخر وی کمک نکرده است، حتی مانع شدن میخواست، لیکن شما به دروغ خوی اما کم باور کرده او را دشمنی خودتان حسابیدید. مرا ببخش دخترم، لیکن این را با چشمان خود نمیدیدم، هیچگاه باور نمیکردم. چی خیلی اثبات کنم پدر؟ چی کار کنم که شما باور کنید؟ این طور باشد انتظار میشم دخترم. برای پدرت بودنم سرما است، خواهش میکنم باز کم انتظار شد. مادامی که گناهگار نیست تا اثبات کردنش انتظار میشویم. این روزها برای همه امان وزین است. از حادثه های شده سرم گرم شده است. التماس دخترم، التماس این مراتب گپم رو گوش کن سرما. اینها در کجا باشم؟ ای برای همه چیز تشکرشی. نمیارزد علیه باز بید. مایلش تا باز بید. فکرت؟ آمدی؟ علیا همین قدر در زدم، چه رونق شدید؟ خاله در خانه نبودند. یک همسایه‌شان با نام ایشیل مرا مهمانداری کرد. ایشیل گفتی؟ بله، از خانه رو برو. چی شد فکرت؟ او رو میشناسی؟ نه جونکم، از کجا میشناسم؟ رفتیم. ایستا فکرت، و بچه ها یگون چیز گیرم خورسند میشوند. ها البته جونم، فقط زودتر. یک دقیقه صبر کنید. و بچه ها یگون چیز گیرم. فکرت از سینو سولت شرم کن کوزا پوشت، شرم داره. با کلات همه وقت کارهای بد میدر و چرا راستش رو نگفتی؟ چرا راستش رو نگفتی هاشیم؟ ایستو صدیقه، آرام شو. همش روی یک به یک میگوید غم مخور، اکنون خلاصی ندارد. حقیقت رو هاشیم میدونیستد. گپ زن هاشیم، همه شنود. قاتل رمزی کیست؟ علی یکان گناه ندارد. ملیک هاشی، ما شما رو گوش میکنیم. مرحمت ما شما رو گوش میکنیم. چرا آن وقت در مرافعه بیانات دروغ دادید؟ کار کردش رو دیدید کپیتان؟ او با دیگه بسرم سلاح گذاشت. اگر من این کلمه میگفتم او برا میکشت. و من از کجا دانم قاتل کیست؟ هاشیم، اگر نمیدونستی تو این خیل نمیگفتی، خصوصا در این وضعیت. اولین بار در دهان دروغ نبود. چیزی که میدونی در نزدی همه گپ زن. میگویی رفیق هاشیم، کارهای کردت رو یک باید میگویی. کافیشه. باید قاتل در رزی همه مردم را
کشتنی بود اما گناهکار بازباشی نه. آفرین آفرین به شما آفرین. اگر مجبورم نکنید جانم را بانوی بینی هم آوردید. رفتیم. بیایید میرویم پدر. اکنون به کجایی که نروم ناراحتم دخترم. اکنون 39 سالم به جایی رسیده است راحت باشم ولی غم فرزندانم تمام وجودم را میسوزانم. آخر این چه حال است؟ رفتیم بابا جون. منم بهش رو بینم. فکرت چی شد؟ فکرت جونکم چی شد؟ جونکم با بولو برو؟ نباشد ایستو من میفرویم. فکرت این زن تو از کجا میشناسد؟ نمیدونم علیا. شاید با کسی مامان کرده باشد. بیا تو ریم نشده زودتر رفتیم. بیا رفتیم علیا. و یادم آمد این زن ایشیل است. علیا ایستا گوشتم علیا. علیا فکرت چی شد؟ چرا به خونه نمیدروی؟ فکرت مهمون داشتم رفت به خونه در اومدن میتوانی؟ خسته شده بیا رفتیم یک قهوه تیار میکنم. فکرت خوبی؟ چی شد؟ اکور شوی هاشمی اکور شوی. از پشت تو این اویله همه وقت در عذاب برای منفعتت به گرده رو گوین میدروی ها؟ بابایم چیکار کردم بیبی جان؟ چرا از او رنجیدی؟ باز چیکار کند پسرم؟ کدام کاری بد مانده است که او نکرده باشد؟ انسان اینقدر بی‌انصاف میشود مگر؟ به یگان کس دلش نمیسوزد؟ رحم ندارد بابایت انسان نیست خلطه کثافت. نخود گفته یلی راست باشد نخود هاشیم کرده باشد. نه تو این درجه نبوده بود. این هاشیم است هاشیمی شد نپوشت. الو سلام مادر جان من سنم. سنم دخترم چی؟ خوبم مادر جان برایتان خوش خبری دارم. پگاه به محله برمیگردم و راه میبرایم. انیق تعیناتت برآمد؟ بله مادر جان تعیناتم را گرفتم. خیلی خرسند شدم دخترکم. من هم مادر جان. شما خوبید؟ حالی پدرم چطور؟ اپام علی بچه ها همه اتان را یاد کردم. همه تینجیست دخترم. تینجاست مادر جان؟ دخترم حاضر گپ زدن نمیتونم. اومدی وقت صحبت میکنیم هایش خیر. علی چی شد دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ مادر جان چی شد؟ چرا گریه میکنه؟ به حرمت خدا گپ زن بچه ها رو زیق نکن. علی دخترم دخترم چی شد بطانه؟ اکسی زنی که پسرتون با من خیانت کرده است. رفتیم بچه از این خانه میرویم. علیا این کارو نکن دخترم. نرم علیا. یعنی همسری رفیقش بوده است. یعنی در بینشون هیچ چیز نیست. همتون یک جا شده با من دروغ گفتید. های پدر جان التماس به مادرم اجازت ندید. تو سر نمیداری فکرت. چطور برایم نگاه میکنی؟ اینجا خانه من است. تو در این خانه مادری فرزندایم هستی. چیزی که در بیرون بود با آن کارت نباشد. کارم نباشد؟ به من خیانت کردی و باز چنان گپ میزنی که گویا هیچ چیز نشده است. تو وجدان نداری. نه با تو نه با کسی دیگر حسابات نمیدیم. بله با تو خیانت کردم
اگر زنی خوب میشودی شوهرت رو نگاه داشته میتوانستی. رو دف شو، دیگر به اینجا بر نگرد. من هم از تو خلاص میشوم، راحت میشوم. مادر جان ایتیمور از خونمون نرنده. مادر جان ایتیمور، مادر جان، مادر جان شوری نکنم. بس بودگیست. به این دنیا من یک مرتبه می آیم. چه خیلی که خواهم من خیلی زندگی میکنم. فکر کردم که خطای کردت رو میفهم. فکرت خونه‌اش رو نمیسوزاند گفته بودم. یگان قطره وجدان نداری، یگان قطره شرم نکردی. حیفی همون وقتی که برای تربیت صرف کردم. تو چند مرتبه به تو زنگ زدم اما کارم بود. به تلفن جواب دادن نتوانستم. در خونه عقد نکاح تو رو خیلی منتظر شدم. میدونم همش رو شنیدم. خیلی زیق شدم. اما که قربان راست میگفتند. گذشته رو فراموش کرده نمیشده است. فراموش کردن میخوایی اما نمیشود سرما. سرما علفهای بیگانه بناشون نمای گل مانع میشود. نمیگذارند که گل سبزد. تو اونها رو از ریشش کندن پرتویم از اونها خلاص نمیشویم. نیست سرما. مسئله خانه‌دار شدنمون غیر امکان است. میدونم. برای یکدیگر رو امیدوار نکردن شاید یک چند مدت با نخوریم. اما به تو وعده میدیم سرما. تمام مانعه ها رو برطرف میکنم. با مقصدمون میرسیم. وقتی در محله یک بهار زیبا میآید، یک توی پر دبدبه کرده خوشبخت میشویم. انا اون وقت همه به ما حسد میبرد سرما. Yaralar açtı özgerimde Yamarağlar gezerim دخترم علیه دخترم علیه گریه نکن او با یک قطره آبی چشمت نمی ارزد خودت رو به دست گیر آبی چشمت رو تازه کن نمیتوانم مادر جان دیگر نمیتوانم مرا مادری دو فرزندش را بدبخت کرد خانه‌دار شویمون رو نه مادری تو میخواهد نه پدری من. با نزد من گریخته آمدن نقش بیروزگی اونها خوشبخت میشویم.
تو به خانه ما عادت میکنی. اینجا هم خانه تو میشود. بعدا میدیم که تو رو خوشبخت میکنم علیا. وای خانه رو دیگر به یاد آوردن هم نمیخواهم. گفته بوده وقتی که من گریختم من از فکرت رفته بودم. گفته بودید که پشیمون میشوی. چقدر بیعقل بودم من. گپتون رو گوش نکردم. ببخشید مادر جان، مرا ببخشید. آبی چشمت را نزیزم. تو را برای گریه کردنت به وای نرساندم. یگانه خطاگیت همین باشد کافیست. تو را بخشیدم. شیرم حلال شود به تو. خوشبخت شوی شد دخترم. همه‌اش خوب شود شد. مادرم در درون چی کار میکنن؟ با نازشون رفتم میخوام. مادرت بابی بیاد صحبت دارند. ناراحت نکنیم ها؟ دخترک زیبایم نبیره جانم. بیا به نزدی بابایت. بیا دخترکم. بیا کنی دخترک زیبای من. انا همین خیر. آقا ما اکنون دیگر هیچ وقت به خونمون بر نمیگردیم؟ وای زنی در عکس بوده اکنون مادرمون میشوم. من باید نمیشوم. مادر خود رو هیچ وقت همون نمیگذارم. من هم. البته مادرتون شما رو تنها نمیگذارد. شما هم بچه او رو تنها نگذارید. اکای عمر. شما خوب هستید؟ نیستیم اکای عمر. کنی گیر عاشقی زار؟ از دادر داغنت هیچ چیز یاد نگرفتی ها؟ تو بر اینها رو خیلی کم دیدن. این هم یک موفقیت. خرسند شدن از لازم. چرا قهرت می آید؟ دیگر تو را فکرت فیسین نمیگویند. از هر طرف فیست میریخت. وقتی که میفهمیدی تازه میکردی. نزد تو برای آن نآمدم که مرا مسخره کنی. رفته کمی هوای تازه گیرم. کنی بیا جانکم. تو احوال فکرت رو دیدی چگونه است؟ چی شد؟ سر داد و وای میکردی؟ از گپهای گفتاد پشیمون شدی ها؟ علیا بچه ها رو گرفته رفت. ترک خانه کرد. چرا؟ فهمید از که شوهر فیسینش به او خیانت میکند رفت. چرا نشستی؟ یگان کار نمیکنی؟ خیر چه صدیقه؟ چخیلی که میگویند با جنجال زن شوهر آستانه در هم دیده است. نه با مسئله عالمی کاردار نمیشه. تو که با زندگی آنها همه وقت کاردار میشدی. حاضر باشد کاردار نمیشوی ها؟ ای صدیقه دانت رو پشت سرم رو ویرانه کن میزنم. دخترمون زنگ زده بود. بعد از 2 روز میآید. تا این نوتش بر اومده است. دختری بیچاره بیاید و بیند که اویله رو به چه احوال آورده. چی میگوید ها؟ چی میگوید؟ خوب شد. چخیلی که میگوین هر یک کار یک چیز خوب دارد. سرم از جنجال آنها دم میگیرد. این سرت رو کنده به یگانجا بردم اون دم گیرد. صدیقه بچه ها رفتیم با اتاق من برای جمع کردن کتاب ها به من کمک میرسونه. رفتیم. بیا جونی تمام.
دخترم علیا جونم گوش کن دخترم علیه، متاسفانه این دنیا همین طور ساخته شده است. اگر یک سر انگور خوراند مجبور میکند که یک ماشین علف را کشانی. طاقت کردن نمیتوانیستی پس میگریزی، اما یک باری از این هم وزنین تر بر دوشت میافتد. مسئله عائله داری باشد دیگر است. وقتی که عائلت را گم کردی بعد میفهمی از همه عائله بد بهتر از بی عائلگی است. نه شوهرت همش را فراموش کرده میتواند و نه تو. صبر کن دخترم. تنها میخواستم عائله خوشبخت داشته باشم. برای این از دستم چیزی که آمد کردم و دغلی های فکرت همه وقت طاقت کردم، صبر کردم، اما در آخر بابا نه خانه دارم و نه عائله. صبر برای چی دیگر؟ اینجا خانه تو است علیه. ما هم عائله‌ات هستیم. مقصد ما همان است که این کار به خوبی حل شود. ما تو را تنها نمیگذاریم علیه. یک زندگی خوب داشتم. شوهرم را مثل جانم دوست می داشتم. اکنون همش مثل شم آب شد و رفت. فکرت دیوانه علیه رفت اکنون. رفت. بسیار خوب شد که رفت. من این شیر را دوست می‌دارم. یک حیات نو مرا انتظار است. هاشیمه هاشیم چقدر بیغم بوده یا اوف. دیوانه شدی زنه. سحری بر وقت سفرها بخیر. تو نیت شپاله تیار کردن نداری این سر. باز وایت سر شد. برای همین من از کلچه فروش کلچه گرفته میروم. پوشت دایم به شکمت بند. از خورا خوردن بسیار شکمت از پوشت زده برآمد. جناب هاشم بچه ها رو فکر کردی یا نه؟ با فکرت گپ میزنی یا نه؟ البته گپ میزنم. ثروت رو به دست ویزن دادنی نیستم. در کجاست فکرت؟ لا حول ولا قوت. فکرت دیشب به خونه نامد، اما خوب کرد که نامد. در اینجا میشد گپ های زهرداری تو رو گوش میکرد جناب هاشم. مایلش کلینو پیسرت رو فکر نمیکنی، اقلا نبیره هایت رو فکر کن. البته فکر میکنم. نبیره هایم واریسان من میشوند. فکرت هایت گمزن راست به نزد من آید. اوف. خودت را به دست گیر دخترم. از فکری بسیار باز بیمار نشوی. احوال بچه ها مرا خیلی خواطر میکند مادر. آیندهشان چی میشود؟ بی پدر کلان شدن آسان نیست. نقص میدانم، اما مجبور هستم که از فکر جدا شوم. دیگر نمیخواهم به عزت نفسم رسد. علیه این خیلی آرام نشسته نمیتوانم دخترم. به نزد صدیقه میرم. مادر جان دیگر فایده ندارد. به احوالی توی کودکانت مینگرم. این چی گپ است؟ یک عائله را آباد کردن مشکل و ویران کردن آسان است. اکنون چی میشود اکا جان؟ مادرمان از پدرمان جدا زندگی میکنند؟ نه، باید ما آنها را آشتی کنونیم. درو داری یک وقت پدر و مادرمان را آشتی کنوندیم. بله یاد دارم. اکنون باز جگان چی فکر کن اکا جان؟ مرحمت کلچه هایتان به من ده. السلام علیکم. ببخشید یک چی پرسم. و علیکم السلام. استخانه هاشم عدلی که در کجا باشد؟
بعد از آن که بازار رو میگذارید کمی راه میروید. استخوان عدیلگی ها در سری راه میباشد. سلامت باشید. صبر کنید. من جیانش هستم. اما که هاشم رو چرا میجویید؟ جیانش گفتید؟ وای قرضم بود برای همین میجویم. خیر بار دیگر تشکر. سلامت باشید. خدا حافظ. اپای بیا این خیل شدنش رو نمیخواست. با خدا قسم نمیخواستم این خیل شود. وای زن رو با فکر دیده بودم اما به علیا نگفتم. نخواستم زیق شود. فکر کردم که یک حواس است و میگذره. در نزد در همین طور میسیم یا به خانه میدرویم صدیقه؟ میلش گذارید. عاقبتش چی میشود صدیقه؟ با جدا شدن آیله چشمانمون رو محکم میکنیم؟ از دستم هیچ چیز نمیآید. با پسرم گپ زده نمیتوانم. اما اگر از من پرسید کم انتظار شوید. این همه شک هوای و هوس است. همش میگذرد میبینید خودتو. نگذرد چی صدیقه؟ این کاری حرام به مانند می نوشیدن است. یک عادت کردی بس کردن نمی شود. باز احوال علی خیلی بد است. بچه ها تکرار به تکرار می پرسند که اکنون چی می شود؟ کی باشد؟ سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. کار کنید. خوش باش. تو در اینجا چیکار میکنی؟ در وقتی اومدنت با جنم گپ زدنت رو دیدم. با او چیا گفتی؟ هیچ چیز نگفتم. فقط چی؟ وجدانم مرا آرام نمیگذارد. و تو چقدر پول دادیم لعنتی؟ اینقدر وجدانی تو گرسنه بوده است؟ را بس اینجا. دیگر قدمت رو به اینجا نگذار. به اینجا برای پول گرفتن نآمدم. از کاری کردم پشیمانم. از اینم بدتر می شود حسن. درباره اویلت یکم بار فکر کردی؟ اویلت را فکر کردی؟ دیگر تو رو در اینجا نبینم. در شب تشکر اکای قربان. نه پولمون نمیخواهم. چه خیلی میشود. همکار هستیم خواهرم صدیقه. اینی باسا حاجت به دختر ندارند. تشکر. لیکن در یک وقتی آمدم که ناراحت کردم شما رو ببخشید. نه اکای قربان. نه هشینید کمی دم گیرید. چرا؟ درد دنیا در ما است. هیچ تمام نمی شود که درباره علیا و فکرت شنویده به فکرم. کاش که نمیشونیدم. چی می شود؟ از این خیل پدر همین خیل پسر می روید. پدرش رو بین و پسرش رو عجب کدام کاری علیا به فکرت پسر نامد که او چونین کرد؟ شاید ناحرمتی کرد. کلینی من یک پری است. پری موی سرش رو جاروب کرده است. وای برای من کلی نیست پیرو بیاد. دخترم است. اما پسرم چطوری که فهمیدم شیطان یاردمچه هایش را جواب داده همه کارش را مانده خانه شما را جای کار کرده است. چرا اکای قربان؟ چون که از همه کار دوست داشته او بین زن و شوهر در آمدن است. معلوم نیست که از کجا شمار می‌برد. هیچ کس نمی‌داند. در آمدش رو می‌کند. اما برای این شمال را بازداشتن قوتمان نمی‌رسد. این خیلی نگویید. شما تجربه دارید. این روزها را دیدید. آنها هنوز نهالی جوان هستند. چشمتون همه وقت در آنها باید باشد. پیش از آن که ریشه درخت می‌جنبد تدبیر باید جست. همینطور نه؟ چی تدبیر اکای قربان؟ شمال را حس کنید. شمال از کجایی که میآید زود باید آنجا رو محکم کنید. پرده رو ندارونید. پرده اگر در شمال را من کرده نمیتواند. اکنون خانه پانه نمیماند در بین. خدایا نبیره هایم رو در پناهت نگاه دار. ما چکار کنیم بگوید اکای قربان. با لباسی دریده به بیرون برآمده میشود خواهرم را بیاد. با خدا کی راست میگوید. کمی حرکت کنی لباس دریده پاره میشود. این خیلی باشد در این خانه را با دروغ نی و با حقیقت
با راستی و پاکی سخت داشتن لازم. در این دروغ رو یک بار باز کنی دیگر بسته نمی شود. از این در یک حقیقت نمی دراید. اما حقیقت خیلی تلخ است. خواهرم را بیار. همه وقت راست گفتن لازم، لیکن حقیقت را میده میده گفتن لازم. مثال درباره یک دیگر چقدر گپی خوب باشد به دیگران گفتن دروغ نیست، میفهمی؟ اما حقیقت جای دارد. شما نشسته بینش را یابید. آنها چقدر یک دیگر را دوست دارند فهمند، شما آنها را راحت گذارید، با آنها راه نشان دهید، آب راهش را می‌یابد. به من اجازت، من رفتم. خیر قربان، خیر. حاضر علیه فکرت رو دوست می‌دارد، لیکن فکرت علیه رو دوست نمی‌دارد. لیکن هر دویشان بچه ها رو دوست می‌دارد. هاشیم کلین رو دوست نمی‌دارد، لیکن کلین هاشیم رو حرمت می‌کند. یعنی کلین هاشیم رو دوست می‌دارد. تو فیلسوف شدی مگر؟ تو اینها رو ما و راه حل مسئله رو یافتن لازم. خانم سرما به تلفن جواب داده نمی‌توانند. اگر پیامی داشته باشید بگویید. هست. بگو که داغم تو رو خیلی دوست می‌دارد. بیعقل. از کاری کرده اما که علی هنوز قهرت پس نشده است امد؟ لعنت هم به وی هم به پسرش. با لعنت گفتن نمی شود. با او یک درس خوبی آداب دادن در کار. پدرم را کشتن. باز کی را کشتن میخواهند؟ سگانی پلید. تنها به علی درس دادیم نشد، اکنون با عمر هم یک درس میدهیم. چیکار میکنیم امد؟ عمر را هم به نزد پدرش روان میکنیم. خیلی که میگویند سیب از درخت دور نمیافتد. چی خیل روان میکنیم؟ پدر چی شد؟ این چه حوال است؟ دختر نرگس بمور شده است. چه بمور؟ سروان نمیدونم پدر، در خونه خوابیده است. خواهرم میمورد. تو چی میگویی پسرم؟ چه میمورد؟ او در کجاست؟ در خونه بابایم. مادرم در بالای سرش است. احوالش خیلی بد است. رفتیم پدر جون. دختر پدر. دخترم یک بوره چی شد؟ سحری صحت بودی کو؟ نمیدونم مادر جون، بیمارم. آخر تب هم نداری دخترم؟ یکم در میکند. پایهایم، چشمهایم، سرم، دستانم، همه جایم در میکند. گوش کن، یا که تو با من بازی میکنی ها؟ نرگیز چی شد دخترم؟ کجای در میکند؟ گپ زن دختر جونکم. هیچیش نشده است. برای شما رو با اینجا آوردم بازی کرده. با من بازی میکنی؟ لعنتی؟ لعنتی مسخره میکنی؟ ها؟ با فکرت از من انتقام میگیری ها؟ مادرم خبردار نبودن. با من بازی کرده بعد مسخره میکنی ها؟ برای شما رو با اینجا آوردن ما کرده. مادرم نه. راست پدر جان، مادرم گناه ندارم. مادرم گناه ای بیمار شد. مرا به حالم گذار. تو دیگر با من دخل دار نشو. مرا فراموش کن، فهمیدی؟ مادر جون نکن. مادر جون برای شما رو هشتی کردن کرده. ما رو ببخشید.
استکان فکرت. حالی گپ زدن ندارم پدر، خسته شدم. گپ میزنیم. در سن سالی جوانی نیستی اکنون. من به این رفتارت کار ندارم. زنت را از خانه پیش کردی خوب، لیکن تو فکر بچه هایت را کردی، فکر پسرت را. با بچه ها چی شده است؟ علیا آنها را هم گرفته رفت. تو کی با عقل میشوی؟ بچه ها میراث پگاه همه چیزمون از آنها میشود. بچه ها در دست علی ماند، میراث هم در دست او میماند. خودی پگاه ثروت رو به خانه بیار. اگر نیاری خود از آن نیا. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. راب خوب کن. جومکی آب در 12 ساعت پر میکند. سیم جومکی آب در 8 ساعت خالی میکند. در حوض چند لیتر آب میموند؟ آفرین شیرین نکنم، گرگم خورید. دستتان درد نکنید. گوش کن ثروت، در حوض چند لیتر آب میموند؟ ثروت، ببخشید اکه عمر، به مادرم دلم میسوزد. روشم دایم با اوست. گوش میکنم. عمر این تویی؟ بله من. یک بیماری وزین داریم برادر، التماس اومده میدیدی؟ اگر خواهید به بیمارخانه زنگ زنید. لازم شود یاری تجلی رو روان میکنند. چه خیلی گویم، پولمون زیاد نیست. بیمارخانه به دردمون درمان نشد. تو رو خیلی تعریف کردن. آخران امیدمون تویی. برای همین به تو زنگ زدم. به حرمت خدا اومده میدیدی، نباشد میمورد. مایلش میآیم. سراغه را گویید. در طرف جنوبی برآمد محله کوچه برکت است. در آنجا میبینی اولین خانه است. در نزدش دیگر خانه نیست. زود بیا عمر، انتظارم. بچه ها کارا سر میکنیم. به کار خود آوارش رفتید. برادرتان را فراموش کردید. مرا میکشتند اگه میکشتند. پدر و پسر یک جشته مرا قریب شند. توبه حتی نامزادی را با این پدرم میخیزند. اینها انسان نیستند اگه قاتلند. هم پدرش هم پسرش. میگذره هاشم، همه منزق شدیم. اما پا نگیده که میکشتن. میگویم عمر هم یک مراتبه توبه کردم. خدا حمله کنم گفت. از دست پدرش سلاح را گرفته به گلویم زیر کرد. زیر میکند، زیر نمیکند مگر؟ خدای توبه، کی ما از وی خلاص میشده باشیم؟ وقتی خلاص شدن هم آمد. حتی گذشت. سری ما را در خوردی گفتن لازم بود. اکنون بگردنمان میپیچد. کوچه برکت. در وقت نبودن من نام یگان جا عوض شده است مگر؟ آخرین ضربه را زدن در کار. وگرنه خیلی کارها میکند این مار بچه. امک، قهرتان از این بیتور پس شده است یا در نظرم می نماید؟ حادثه ها را چقدر زود فراموش کردید امک؟ چی شد داغن؟ چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ مگر تمام ثروتمان را تقسیم نکرد؟ مگر به قاتل پدرم این عارف کمک نداد؟ به سیده هارون چی؟ دخترتان را گریزاند امک؟ عقل سرمه را برده پنهانی خانه‌دار شدن نخواست؟ بگویید امک، مگر این کارها را عمر نکرد؟ فراموش کردید؟ نمیدانم. گویا که در درون چند حدود هستیم. چی شده ایستاده است؟ هیچ کدام آنمان نمیبینیم. اکا، مادام که نمیدانید گپ نزنید.
امروز وقتی که با دوغان در دکان بودیم به نظرمان آمد باز تهدید کرد سرمه را از من گرفتنی باشد من هم دنیا را به سرشان چپه میکنم بود. راست میگویی آشین. دوغان و همین در گفت. دروغ. از سیاه کردنی کسی بگناه خسته نشدید. اومد چی کار کرد؟ سیده را گریزان دست میگوید. برعکس برای نگریختنشان دیگر راه میجوست. مال و ثروت میگوید. کدام مال و ثروت؟ به چی گذاشتید؟ همش را کشیده گرفتید. در مسئله خانه دو شبی باشد. عمر خودش رد کرد دوغان. شما لجام اینها را سر دادید که چرا اجازت میدید این دختر با شما این خیل گپ زند؟ هم عمر ما رو میسوزاند هم بازو که شما خودتون رو میسوزونید امک. با یک رویتون با مغروریتون این اویله رو با آتش میپرتوید. سرما کردار نشو، این کاری مردان است. بس بودگیست مادر. وقتی حقیقت رو گپ زدن آمده است حتی گذشته است. بس است. ماند این گپای بیهوده رو. از این جنگ و جنجال بیزار شدم. راحت میخواهم، راحت میفهمه. در رو کشوید. اکی حمزه زودتر در رو کشوید. برک شو حالی. اکی حمزه. اکی حمزه زودتر. اکی حمزه زود باشید. اکی حمزه زود باشید. چی شد صدری؟ این چه داده باید؟ چی شد زبانت رو خوردیم اگر؟ تا خونتون میسوزد اکی حمزه. چی؟ تا خونتون رو آتش زدن. چی ها میگویی؟ انا دیده که کاری کردش را کرد میسوزاند گفت سوزاند. من این گپ را شیم امروز رو تحرا کرده. سلام علیکم. و علیکم پسر. شما بخیر. کوچه برکت رو میجویم. نمیدونید کجاست؟ این خیلی کوچه نیست. سراغ رو نادرست گرفته. نه انیخ کوچه برکت گفته بود. بیماری دارد. خوب مایلش. اگر خواهد باز یک باری دیگر زنگ میزند. برای کار. صبر کن پسرم. به فکرم دکتر هستی. مرحمت امک. تو رو واخوردن در تقدیرم بود است. سلامتی هم خیلی بد. بکی تقدیر بکی نیت امک جون. اگر خواهی در آمده شما رو معاینه کنم. خدا از تو راضی باشد. مرحمت. دیره چی کار کرد؟ دنیا را به سرطان چاپه میکنم گفته بپویده گم نزدن از من با بچه نگاه کرد. تو دیدی گپ زن. گپ زن و خیلی کار رو که کرد. بگو کی آتش زد؟ کی رو آتش زد؟ از کی میترسی نمیگویی پسرم؟
از پشت عددی ها هستن که چی کار کردن اتهامت گفتن زنی گرار میگی عمر کن با نجمی از اونجا میگذاشتیم در دستش دین بود میکردیم بعد روتین رو در گیروندن توی دیدم با چشمونی خودم برای خدا گپ زنید اکای صدری کی با شما این گپ ها رو یاد داد راستش رو گوییم هیچ کس به من یاد نداده است چیزی که دیدم همون رو میگویم الان دیدی سلمان عمر چی کار کرد با تو طرفش رو میگیری کمی خوب کن دخترم بیفایده خودت رو عذاب نده راست میگوید اکنون از فکری بیفایده مرادی حاصل نمی شود همش تموم شد مثل خواب آمد و رفت اگر خواب هم باشد خوابی بد بود به این نگاه نکن در نزد آن دنیا همه این دنیا مثل خواب است اما زندگانی همان ما را مجبور میکند به فکر من متانتت را خدا خواهد آخری این کار بخیر باشد راه همان در یک جا پیوست می شود خوابی بد می گویی به پیشت نگاه می کنی اما چیزی که شود نشود تو سراس من نشو دخترم چی قدری که می توانی طاقت کن آخر حیاتی بی درد در این دنیا به هیچ کس نصیب نشده است التماس کمی خواب کن دخترم مگر مرا خواب میبرد مادر در تقدیرم بعد از 12 سال از خانه مادرم جدا شدن بوده است 12 سال با گفتن استاد اگر چنین روز را فکر میکردم آرزو میکردم مادرم چیکار میکنند؟ حالا هم گریه میکنند؟ بله نرگس همه بیمار شده که بازی بودنش را زود نمیگفتم آنها آشتی میشدند همه بیمار شده که اکنون دیگر به خونه‌مان بر نمیگردیم تو گناه نداری خواهرم مادرم تو را به این احوالت بیند بسیارتر ضیق میشوم گریه نکن ما ضیق نمیشویم کودک این گفته فقط بازی کنه گریه میکنم تا سهر گریه میکنم اگر این راست باشد عمر اگر این کار رو تو کرده باشی این دفعه از دستم خلاص نمیشوی اکای حمزه ضیق نشوید ما با شما کمک میکنیم در مدت کوتاه مثل پیشترش میشود خوابت نبرد دخترم آه دختری بدبختم از روزی که عروس شدی یک روزی خوب ندیدی چی گویم نمیدونم لیکن بس بودگیست اینقدر ضیق نشو نگاه کن 2 فرزند شیرین داری یعنی دنیا را داری کمی آنها را هم فکر کن تو ضیق شوی آنها هم ضیق می شود ها دخترم تو مرا فهمیدی دخترم
سربت، نرگیز، چرا هیچ چیز نمیخورید؟ بنانتون مرا به مالم؟ نمیخوریم بابا، نمیخوریم. شما باید یگون چیز خورید. سربت، روزی در روز در مکتب گرسنه نمیمونی. من دیگر به مکتب نمیروم. پدرم مادرم رو نمیخواند. من اکنون مادرم رو نگاه میکنم. سربت؟ زیخ نشاید مادر جان. من اکنون شما رو نگاه میکنم. البته نگاه میکنی. اما اول مکتب رو ختم کرده صاحب یگان کار شدنت لازم. همین طوری پسرم. چه خیلی مثلی؟ اکه عمر و فتاهای خوبم. با مانند اونها اکنون حاضر تیار شو با مکتب دیر نکنیم. خیز. شین دخترم، تو خوردن گیر. چای رو من میارم. دروید. مرا دعوت کردید سردار؟ امور عدالتی رو زود یافته بیایید. از بالا شکایت است. اطاعت سردار. تشکر اپا جون. از گپای تقای یاقوبت نمیبرای فهمیدی پسرم؟ البته نمیبراید. جیانی من مرا گوش میکند. اکه عمر من کلان شوم مثل شما دکتر نشوم. مادرم رو من نگاه میکنم. انشالله. مادرم دیگر زیخ نمیشود. چرا نه؟ تو یک بچه با عقل هستی. اگر خواهی موفق میشوی. فهمو؟ رفتیم سربت، دیر نکنیم. رو پسرم. خدا نگاه دارد. کودکانی بیچاره عذاب از همه وزین را آنها میچشند، چون که زن و شوهر نمیفهمند که این جنگ و جنجال آنها چقدر به کودکان تأثیر منفی میرسانند و روحاً اذیت میکشند. روز بخیر. چی شد دخترم؟ ماری عدالتی منم. چی یگون واقع شده است مگر؟ سلام. شما باید با ما به شعبه روید. از بالایتان شکایت باید است. اینجا ثبت شده باشد. کی و برای چی از من شکایت میکرده است؟ همه‌اش رو در شعبه میفهمید. خواهش میکنم با ما بیایید. بخیر است. چی شد پسرم؟ من یک رفته فهمم. بعد یک چند ساعت برمیگردم. غم نخورید. بابا جان یگان خطاگی شده است. رفته. خیلی خواطرم خدا بخیر باشد. خدایا ما را از این بلاها دور کن. سربت، اینجا بیا پسرم. با خانه بروید. سربت، تو چی گفتم رو نشنیدی؟ نمیخوام پدر. من با مادرم زندگی کردن میخوام. من با تو بیا گفتم بیا، فهمیدی؟ فکرت صبر کن. کار دار نشم. باید پسری من است. فکرت این کارت نادرست است. این خیلی نمیشود. رسم. دردت نرو، دردت. من با شما نمیروم. با مادرم میمونم. دمت رو گیر گفتم. بعد از این چیزی که من میگم همان میشود. فهمیدی؟ پیش درو. رسم. با پد رسون کی از سربت دست کشد فهما و اکنون با من میماند. سردار ماری عدالتی رو آوردیم. او رو دعوت کنید. گذارید. خسته نباشید کمیسر. به نام من شکایت بوده است. کسی از بالای من عریضه شکایتی نوشته است. مرحمت گذارید. حاضر میفهمیم. محله‌ام را چنان یاد کردم که گفتن نمیتوانم. هر دقیقه که به محله‌ام نزدیک میشوم دلم گم میزند.
شهری را که در آن خواندم البته دوست می‌دارم، لیکن 7 بهار برای من دیگر است. در اینجا تولد شدم، به وایه رسیدم. پاکدامنی و پاکسرشتی را از آدمانش آموختم. تمام اولاد من یعنی عدلگی ها در این محله سالهاست که اتفاق زندگی میکنند و من هم خوشبختم که نهایت به نزد آنها برمیگردم، به اویلم، به خانه گرمم. حمزه عدلگی، قهوه خونه شماست. گپ زنید. چی شکایت دارید؟ حاجت به گپ زدن هم نیست کمیسر. همه چیز معلوم است. عمر جیان من است. لیکن شنون به عقل است که قهوه خانه همه کس را سزانده است. فکر نکرده است که خواه و نخواه کسی او را میبیند. کمیسر، ما گویا عمکای عمر هستیم، لیکن از وقتی که پدرش را به حبس گرفتن با او کم شده است. چیکاری که نکنیم با او را دشمن می‌حسابد. پیش از این حادثه هم وای به ما رفیق کمیسر تهدید میکردن. تهدید. دروغ است سردار، همش تهمت است. باز چی نیرنگ بافته ایستادند. صبر کنید، به شما هم نوبت میرسد. التماس به جایتان شینید. کنی گپ زنید. شما در وقت حادثه در آنجا بودید؟ برای شاهدی دادن به اینجا آمدید؟ یعنی با چشمان خود دیدید که قهوه خانه را عمر سوزانده است، همین طور؟ بله دیدیم سردار. او من و رفیقانم را ندید، لیکن ما همش را دیدیم. عمر قهوه خانه را سوزاند. خوش عمر، شما شنیدید؟ به این چی میگویید؟ همه این دروغ است کمیسر. این آدم ها در نزد یمک هاشم هم کار میکنند. معلوم است که آنها برای کی شاهد میشوند. من دیشب در دیگر جای بودم، حتی از نزد قهوه خانه نگذشتم. شاهدهای ما در همین جا سردار. همه‌شان برای شاهد بودن آماده‌اند. اگر قهوه خانه را او نسوزانده باشد، پس دیشب در کجا بود؟ اثبات کند. بگوید در وقت حادثه کجا بودید؟ شاهد دارید؟ هست کمیسر. در آن وقت در نزد یک نفر بودم. خواهید پرسید. خدا شاهد. در بازگشت از نزدم برآمد یک نامپز. او را معاینه کردم. یعنی همین طور عمر. سروغش را از او گیرید. نامپز را پیدا کرده بیارید. کنی بینه به ما چی میگوید؟ خاموش. سردت نرو. سردت. نزدی مادرم میروم. خاموش بکن بازو. دیگر مادر نگو. مادر ندار دیگر هیچ گونه میبینی. چی گپ شد؟ فکر تو دیوانه شده مگر وای هنوز خورده است. شما کاردار نشوید. نکن پسرم. غیر از من همه به این کودک دخالت کردن. انا برای همین پدرش رو گوش نمیکند. گوش نمیکنم. من نزدی مادرم میروم. چی گفتی ما رو گوش نمیکنی؟ این خیلی باشد تو گوش کردن. سرده کودک رو. سرده. سرده مادر. برادر همین جا میمونی. در رو گوشوید پدر. گوشوید در رو گوشوید. پسرم. بفایده داد نزن. گوشوید در رو. تا ما رو گوش کردن، تا مادرت رو فراموش کردن در همین جا میمونی. با تلفن جواب ده دخترم. مادر جان گوش میکنم. چی گفتی یعقوب؟ زوری گرفت. با این احوال من هیچ کار کردن نتوانستم. ثروت رو برای خودش گرفت. پسرم رو به علی نمیدیم گفت. کی زنگ زد دخترم؟ علیه؟ این عذاب‌های داده حالا از بینیت میبرد. فکرت
شو میگویم فکرم شو میگویم چی میخواهی؟ پسرم رو میخواهم حق نداری او رو از من گیری اگر تو مادری او باشی من پدرش هستم ثروت در نزد من میمونه فهمیدی؟ نمیشود فکرت ثروت رو نمیدهم میمورم و نمیدهم تو با من کم میگردانی ها؟ ثروت میخواهی؟ ها؟ تو با من دست دراز کردی آنه با تو ثروت آنه با تو ثروت آنه ثروت فکرت آنه با تو با من دست دراز کردی من کی بودم رو با تو نشون میدم تو کردم نشد مادر من با تو کی بودم رو نشون میدم منه با تو ثروت رو میخواهی با من دست دراز کردی ثروت رو نمیبینی با تو گفتم نمیبینی منه با تو ثروت میخواهی لعنتی اکا یانگا به خانه درو سنم چی واقعا شد؟ با تو به خانه درو گفتم دخترم بیا دخترم به خانه داریم نباشد همش بدتر می شود اگر یک باری دیگر به در خانه آمدی از این هم بدتر میکنم یانگا انسان را حقیقت انسان می کند شعور عائله برپا کردن به انسان شروع شده است چطور باز انسان دیگر می شود قدر و قیمتی در نزد چشم بوده را پرتافته به راهی پول و حرص رفته است چطور باز به افق روشنی می براید عائله‌اش را فراموش کرده تنها خود را به باطلاق نمی پرتاید به مانندی کسلی سرطان به مردم رنج و ضرر می آورد و بس فریاد فغان جانهایی که رنج و عذاب داده است به آسمان می رسد تقدیرش غم و غصه می شود و از مردم پنهان می شود اکنون بیماری بیرحمانه به بدنش در آمده است کسلی سرطان فرمان دادن را شروع کرده است این طوفانی سخت در جایهایی است که تنها سوختن و مرگ آنجا می باشد به مانند هشتکی بلند به گوشها زنگ میزند چشمها را پرده میگیرد متاسفانه آینده تیره و سیاه شده است اکنون طوفانی سخت پیش از همه سوختن را از کم قوتها شروع میکند یا خدا نقش همان برباز رفت اگر این نونپزی دیوانه نمیشد نقشه کشیده همان عملی میگشت گویا که این بیتار در پوست شیطان باشد ما نقشه میکشیم و او دام میگذاریم او چی کاری کرده از آن خلاص مییابد این بار دویم است عمر دعا کن که نونپزی گفته راست برایت بچه های ما به سراغ دادتان رفتن عمر صبح امروز در راه انقره یک اتوبوس با آدمانش به صدمه دچار شده سوخته است از بین جسدها یک حجتی نیم سوخته یافتند متاسفانه عمر جسدی نونپزی گفته اتون شما یگان شاهد دیگر دارید به ما بگویید این کار در همیشه تمام می شود داغن